بسیار درود و عرض احترامات هموطنای عزیز بنهایت گرامی و اولی قدر. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند و خانه آبادی داشته باشین. لیکن من توصیه میتم هر یک هموطن تاجیکستانی را همین نوارا تماشا کنه. حداقل هر انسانی که میخواه آینده خودش بسازه همین نوارا تماشا کنه. این هم هیچ نکی معیشت هیچ نکی بگیم که یک گرمی شوه، فقط کورتکا بوار کن دوی مخنک. یکی همین نوارا حتما تماشا کنید اگر خواهیم که آینده بسازه. امروزه نوار ما در باره دروغ است. دروغ، سخن دروغ، گپی دروغ، چرا ما دروغگو هستیم، چرا ما دروغ دوست می‌داریم، چرا ما در دروغ باور میکنیم. یعنی همه چیز بالای دروغ دا میسازیم. حقیقت شنویم رنگ 220 ولت توک زدگی واری کو میپریم ایجا ما. اگر دروغ گوش کنیم بسیار راحت میکنیم در همین مسئله. البته که اگر من یک مسئله را بگیم که انچه در بورش معلومات نگیرم نوار نمیکنم. روز تا روز بگیم سالها و تجربه ما را هم زیاد کرد که ما باید گپ زنیم. من از ازل دروغ گفتن دوست نمیدارم. یعنی که همین دروغ گفتن شاید جای ده بگم یگان چیزه که نمیدونم، نیکی عموما بگیم دروغ گفتن من دوست نمیدارم. این ستیل من نیست دروغ گفتن. بعدا من وقتم سوال میدادم بعضن حالتو که چی با مثال همین چیزا میشوه، در ما دروغگویی ها زیاد هست، چرا ما در دروغ ها باور میکنیم. و در اروپا همین چیزا کمی خدم اکسپریمنت گذراندم از شناس هم برای معلوم کردنی همین بگیم که مسئله چرا در اروپا بگیم همین چیزا با چشم نمیرسه. دروغ من دوستام پرسیدم که همین شناسا گفتم در مایداکی یاد داری باری هم پدر مادرت برای تو دروغ گفته باشن؟ فرض کردیم تو گفتی من ولاسپد میخرم، پدرت گفت که فلان وقت میگیرم، یکی دروغ گفت، ترا با امید کرد و تو باور کردی این ماه میگیرم، این هفته میگیرم، این ماه دیگه میگیرم. 2-3 بار برای همه چیز دروغ کرده باشه ولاسپد گرفتم. گفت نه. ما در قشلاق کلانش دیگه هستیم از این پایتخت دور. هر دفعه که اگر من پدرم میگفتم مثلا ولاسپد میخوام، پدرم راستش میگفت که ما شرایط نداریم این حال بچه هم گرفته نمیتونیم. یعنی راستش میگفت، وعده نمیداد، دروغ نمیکرد. یا که زمانی بود که برای من با چیزی نو در کار بود پا افضل، یعنی که نشده بود و اینجا ما که پدامو ولیانی SSSR بدگی است که ستالینسکی ولیانی اینجا بدگی، یعنی تاثیر ستالین.
و پایافزال مرا برده در همون استخانه چی میکرد، ریمون میکرد، یعنی تعمیر میکرد و با من میگفت که بچه ما پول نداریم که پایافزال بگیریم برایت. یعنی راست میگفت پدر دایم. سخن راست بسیار چی را در دنیا رولی کلام بازی میکنه، خصوصا در تربیه فرزند و ساختن آینده سالم جامعه فرزند. سخن راست، فرزند راست تربیت کردن بسیار چی را بازی میکنه. بیایم برمیگردیم در خدامون. آنا ما این هفته میگیرم، پول ندارم، یکی بعدارم نمیگیرم. آنا این ماه ما میگیرم، آنا ما ترازی نمیکنم، آنا ما ترایت. همین دوی ما همین گودک از خوردی گریه کنه، اگر فن کردن سر میکنن. بچم گریه نکن، ما ایتا میکنم، بچم گریه نکن، انا ما رفته. ما کوشش میکنیم کودک از خوردی در مغز سر اون کودک چیزای دروغ گفتن، دروغ پروری بگیم که میکاریم تا همون کلان شیدن شه. بعد از کلان شید و او همون چیزا همش در یادش هست که میشه نمیتره که گوله کرد، ای تک خب میکنه او تک. وقتی کلان شیده است در پیش چشم همون پدراسکی ها و دیگر ها ما گولک های مایده را فن میکنیم. فندش که بگوییم چی قنفیت میتون فندش که ما یک قنفیت فندش که گودکه خب کنه نروه، ما اینه پیش راشه بگی یک قندش بده، ما اینه را بده گودکه فن که. و پدراس که ما نیست همین کلمه فند که دروغ بگو فندش که، یعنی فند کردن قطعی دروغ گفتن قطعی ما کلان میکنیم. دروغ گفتن در خونای ما جاشیده رفتگی است مردم و ما از خوردی در دروغ باور میکنیم، کلان هم شدیم. 33 سال میشوه امام علی دروغ میگه، میدونیم دروغ گفته ایستاده است اما با باور میکنیم. این تأثیری همون آیله هست، از خوردی دروغ. مردم اروپا یک خاراکتر دارن، یعنی این خاراکتر نمیگیم، از بس که به دروغ کلان شدگی هستن، دروغ برای اینا بگیم یک کسموس است. فرض کرده میگم که من ساعت 10 یا 11 یا 12 هر ساعتی را انتخاب کنم و فلان جا را میبینیم هر دومون یک دیگر را میخریم، میگه مایلی. برای مردم اروپا تو 5 منوت دیر کردن هیچ گپ نداره. ما شد به زدرش اتوبوس میشوه، زدرش که یک چی میشوه، یا راه ده پروبکا میشوه، یک چی میشوه تو 5 منوت یا پارکوفکا دا پاکا ماشین تا میمونی سوسه. این بخشندگی است، 5 منوت دیر کردن هیچ گپ نداره. نیکی اگر از او دیر کردی میگه تو نی پونکتوال نیست. میگه تو استرچ داشتی میدونستی، بله بر وقتر حرکت میکردی می اومدی بر وقت بیا و دیر نیو. یعنی از یکم وعده ای که تو میتی در فلان جا دیدن یا با خوردن اگر همونجا دیر کردی تو اوژه نی پونکتوال نی خودم است، یعنی باور نمیکنه دیگه تو ده. میدونی ایمو چی است؟ آب دمیو ای اومدن از تو نیست پگه میو ای کرونا شدی یه هفته میبینیم نصب کرده را
ای نه ترشید بیا یک دو روز بعد بریم ببینیم. یعنی 24 ساعت حتی که در همون یک ملاقات خدمات یک واخوردن ما میتونیم که یک انسان فریب بدیم در حالتی که در خانه خواسته پروستا نفورید بریم خشمو نداد بخیزیم دیر کردن یک ساعت دو ساعتی چی نداره. ای بچه‌ها همون انتظار شو اومده استم آخی خیلی یک کار دیگه داشتیم اینه را بود کنم میام. یعنی که همه چی را از همون آدمی که تو وعده دادگی اوجه از او بالاتر تا چیزا را دروغا را میفتی و بگیم که نمیره میشه. یکم ملاقاتی تو در اروپا تو انسان پونکتوال هستی یا پونکتوال نیستی معین میکنه در هر حالت. در اروپا اگر پرزیدنت دیپوتات رئیس وعده بده فلان چیز اینا میگن که فلان مثال گیریم این 2 سال ده این پروژه سر میشه و بود میشه سرشویش از ترچه میگه که فلان ماه فلان وقت فلان زمان سر میشه و فلان وقت فلان ماه همین پروژه تمام میشه. اگر همون وقت سر نشید پروژه уже у депутат боша президент боша не имеет значения гуфти русо هیچ اهمیت نداره уже در جامعه 0% میشود. یعنی او نپونکتوال آدم است. برای چی؟ برای که این اروپایی ها را از کودکیش در خانهشون دروغ گفته کلام کردگی نیست. این دروغ برای خودش یک بمب میدونه که یک انسان دروغ گپ زده ایستاده است وعده کرده از وعدهش نبرآمده ایستاده است. یعنی این را میگه که این پونکتوال نیست است. برای چی ما مردم آسیای میانه در همین احوالی بگیم ناخوب زندگی میکنیم؟ یکی از سببش ما بسیار دروغ میگیم و دروغ را باور میکنیم. یک خطاگی یک وعده خطا اگر بده یک پرزیدنت اروپا یا دیپوتات اروپا همو اگر بود نشید هم وقتی گفتگیش ده یا سر نشید او را میتینگ کرده کار میگیرن میپرتن میگن که مادا نی پونکتوال نی انسان در کار نیست یا نمیگن دروغ گو میگن نه پونکتوال نی انسان مادا در کار نیست. یعنی تمام تو وعده دادی نکردی یالا حبیبی میگه سرش میکنه. در ما نبودگی یک استانوفکر رستم میوره میمونه در حال تاجیکستان اتوبوس راه نمیگرده. تمام کامراها ژورنالیستای ما ژورنالیستای اروپا همون دروغ های حکومت هم میکنن که همون حکومت دارا منصب دارا در یگان جا یعنی اینجا دروغ نمیگن اما نی پونکتوال نیست میگن که در یگان جا همون وعده داده اجرا کردگی نیست نی پونکتوال نیست رفتار کردگی هست یا نیست گفتگی مسئله ها را میکنن. در تاجیکستان ما باشه ژورنالیست های ما همون دروغ های حکومت روپوش کردن قطعی سرگردان است. در اینجا باشه نی پونکتوال نیست یعنی وعده هایی که گفتند نکردن او را میکنن. در تاجیکستان ما باشه کارهایی که نکرده است با یک استانوفکر روپوش میکنه با 4 دانه درخشنانی آبادانی و پیشروی و زیباکاری و دیگر نمیدونم با دستور و هدایت و پیشوا و معظم و محترم و رستم مملی و شهر دیپوتات رئیس و مجلس میانه و عالی و پایان و اینمی 24 ساعت بگیم که مسئله روپوش کردنی انا دروغ ها هست 24 ساعت در ما. در اینجا باشه دوی ما خطاکاوی است کی گفت نکرد
کجا بود خیلی بود در کجا گفت کی بود هر یک تایورا بگیم که جبش میکنن میکنن که یعنی یک دیپوتات یک پرزیدنت از ژورنالیست از یک نمیدونم نویسنده از یک چیز میترسه که اگر که یک اشتباهی او را اگر او چاپ کنه خلق реагировать میکنه не пунктуально будагишт мардум резко میخیزه میگه давай митинг میبروین او را میگن که مرحمت خولش ایجا برا طلبش میکنن برای همو دوره بگیم که این چیزو حکومت ایجا از همون نویسنده از ژورنالیست از اینها بگیم که شور یک سخت ترس رو برای چی حکومتی ما از ژورنالیست ترس نداره برای اون که از مردم ترس نداره از یک نویسنده ترس نداره حکومت برای چی برای اون که حکومت از مردم ترس نداره برای چی برای که مردم دروغ از راست دیده خشروتر قبول میکنن نه که راست بگو ببین چه خیلی توک میزنه 20 ولت توک زدگی برو درنگس میپره من برای ریاکسیای همین دوستام سنجیدن بعضی از تاریخ ها بعضی چیزای همینا را خونده اومده در اینا گفتم که همین خیلی است دوستام همین جده و در جای ایلاوه کردم یعنی ملت اینا را پایانتر مونده دیگر ملت بالاتر موندم که ایتری کدگی بدست شما را ایتا کده بدست نه ایتا کده بدست گفته بگیم که گپ زدم تنها برای سنجیدنی ریاکسیای همینا در همین حالت من کمتر قافیه داده گفتم اون چیزا قافیه دادم که خیلی خیلی سختش میرسه نمیرسه برای چی برای که وقتی که من درباره همون خلقها تاریخ موندن من دیده بودم ریاکسیای مردم و الان دارم ما میبینیم که مردم آسیا را نه تنها مردم تاجیکستان بلکه مردم آسیا را یعنی چی قزاقستان چی قرغیزستان چی تاجیکستان باشه بازی ما اگر یک تاریخ خلقها را مونم همش هم تاریخ وش میگم میخیزه بگیم او داره معلومات نداره معلومات او شنویدگی معلومات درست هست نیست هیچ نبودن میبروید تحقیر نمیگذاره یعنی این تربیه از گوهاره هست این تربیه وقتی ما در اینو ابراز داده قافیه کرده تاریخشون بگیم که همون واقعه را اینو را یک بگیم که ده مروین سه مروین ده مونده دیگر را یک مروین ده مونده گفتگیم ده چند تاشه یک تاشه نیمه چند تاشم خیلی سنجیدم گفتم چی ریاکسیا میده میسته میگه که може بیچ میگه ممکن است میگه من نخوندم ما برم بخونم میگم را ما میگه برم بخونم یعنی هیچ وقت ما در کتاب فلانی خونده بودم تو فلان نه اینترنت دا گفته بدون او تو میدونی که در اون خیتو یک توجیک بود رفت در اونجا حکومت کرد از عرش خیتوی تو مرش خیتوی گرفت توجیک بود 57 منبع او را توجیک نوشتگی است یکی که 2 منبع او را ازبک نوشتگی است او را تو خوندی نه از دهن کی شنویدی براست از دهن یک آدم شنویدی یعنی این ریاکسیایی این بگیم که ریاکسیای مردم است میدونیم برای چی برای که اگر راست بگوی تاک میزنه مردم و مردمی که معلومات نداره از یگانمون چیزی در کوری شنویدگی دروغ باشه یادم میفوره
حاجی ما بشینم اگر در وصف سامانی یا دیگر انسان ها اگر یک قافیه های دروغی زوری نمیدونم هیچ جدا نباشه نوشتگی پروستا بگم گپ زنم یکی همش دروغ باشه یگانتش اساس به یگان منبع تاریخی نباشه همه انسان همه قدر قبول میکنه استقبال میگیره که من بهترین انسان جامعه تبدیل میشم که برای چی برای دروغ گفته ایستادم شما فقط تعریف کرده ایستادم دروغ گفته با یگان منبع اساس نداره این کلمه فهمیدی یعنی ما جامعه را با دروغ میسازیم با دروغ میسازیم از گوهره گولک گریک نمیگه که هم چوچک شپته فندش که چوچک شپته بگو الا بگو فندش که ولی گودکی چی نمیدونه باید گولک مو دروغ بگه او گولک کمتر کلان میشه و یا جوش در کسته جونش در کسته نمیدونه یک گولک گریه میکنه یه فندش که ما قنفت شپته فندش که یه هم گودک فند کده بیس ما کارو ما کده بگیرم اکش دا میگیم یا اپش دا کمتر اوی کلان تره میشه 7 ساله 8 ساله خوشگل او گولک مایده گریه کده بده هم دو در табиги ҳамо хоҳар табиги фан када бес ма корома буд кунам уже мо гулака дар сараш падроски мисигам гудаки ки 7 сола 8 сола 10 сола боша дар сараш чӣ дохтестем додарта фан када бес ё хоҳарта фан када бес ма корома када бигирам бирано қанфит биги қачи бозӣ ки фан када бес дурӯғ гуфта беста уже мо дар мағзи сари гудак дурӯғ гуфта бес дурӯғ бугӯ дурӯғ гуфтан хуб аст ура фан када бестӣ корот буд мешавад ҳамин чиз мо дар сари гудак мерезем барои ҳаминам мо да дурӯғ мисли як қандалот аст барои мардуми аврупо дурӯғ ин як реаксияи бисёр калон аст бисёр як бигем ки аз осмон фуромадагӣ ва бигем як зарбае ҳаст ки яъне бахшиданӣ нест дурӯғ дар мардуми аврупо зарбае ҳаст ки бахшиданӣ нест аммо дамо чӣ дамо дар мардуми мо дурӯғ ин нормал ҳаст ва беҳтарин ҳаст ва бедурӯғ кор буд намешавад инсонҳо барои қарз гирифтан дурӯғ придумад мекунанд мефаҳмед инсонҳо барои қарз гирифтан дурӯғ мусулмон мешавад дар кала тоқӣ мемонад ва медонад ки ира барои фан кардан карда истодааст мерава аллоҳро мисол меорам биллоҳ мега пайғамбар мега суннат мега қуръон мега ҳамаи дурӯға мега ки ягонтаи ӯ да худаш ривоя намекунад хотири гирифтани қарз оддитарин қарзда медонед барои чӣ барои қарз медодаги инсон низ ба дурӯғ ниёз дорад қарз медодаги инсон ба дурӯғ ниёз дорад инахе конкретно биёй бигӯй ки бародари азиз фалон ман мисол гирем бародар як тиҷорат карданӣ ҳастам ё як кори дигар карданӣ ҳастам бародар барои ман ин қадар маблағ дар кор аст шароитот хуб аст паддешка ки ман бирам корома буд кунам хоб ваъда метам фалон рӯз оварда метам дурӯғ гуфта истодааст ман ягон бор инами дӯстоам гап занам ман барои тиҷорат аз дӯсто пул прасидагӣ ҳастам
من دروغ گفتگی نیستم، چотко ясно گفتگی است که برادر اومده تجارت در پول در کار است. اگر که داشته باشیم کدامید مثال 1000 یورو 2000 یورو 3000 یورو دارین بته ها کی برمیگردونی گفتگی سوال دادگی است. من گفتم برادر عزیز من تجارت کردنی هستم، من برات گفتم نمیتونم 6 ماه 3 ماه 5 ماه من оборот میتم. اگر که کاری ما 1 ماه خوب شود 2 ماه خوب شود برمیگردونم، اگر 1 سال خوب شود بعد برمیگردونم. همین وقتی که تجارتی ما در قرض دادید کم ترک انتظار شه برادرم، یعنی که همون پول داشته باشی بته برای ما که برای تو مثال 1 سال 2 سال نیاز نیست همون پول ده. خب یعنی من آشکار میگم اینی تری باشه نمیتونم، یعنی این نمیشه اول دیگره مثال عادی در بین دوستو نه که من میدونم همون پول را با وعده ای که مثال گیریم اینایی میزنیم اینمی دم مودا کن میقدر نمی قرطقوقتی الحمدلله انشاءالله به نام الله پاک پروردگار با تمام خاک قدم های رسول مقبول دروغ گفته پول گرفتگی است تا حاضرم پول گردوندگی نیست. یعنی که او یکی 6 سال 5 سال پیش بود من اگر او پول اولی میگرفتم اولی او را گردونده چند برابر با چند قدر دیگه انسانای دیگه در باب نیاز بگیم خدمت میکردم، با نیازمندو را بگیم یگون دستگیری میکردم، با چند بچهای دیگه را با در تجارت کشیده بگیم راهنمایی میکردم، با خودم فینانسیروت میکردم که تو شده شو راهشون بروند بگیم ای پای زندگیشون سوس شده بروند در این 6 سال. نه که من راست چه گفتگی ده مثال ما ده پول اندازگی نیستم، نه که نام رسول مقبول خدا پیغمبر خاک قدم ها الحمدلله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سر گفتم انشالله در 2 ماه ما کار بود میکنیم به خواست الله و رسول پیغمبر 2 ماه نه که الان داره 6 سال میشه پول گردوندگی نیست. حالی هم به نام خدا و رسول میدونه که داده نمیتونه کنکریت گفته نمیتونه که برادری عزیزم بیش خب اول ما ریدیم بیا که تو آخرش برینیم تو قد که تمام دیگه هر دفعه گپ زنی رسول پیش میکنه، هر دفعه گپ زنی پیغمبر پیش میکنه، یعنی که خدا را پیش میکنه، هیچ نه آیت حدیث دیگر چیزا میاره. این خیلی دوستو هم یعنی که ببین پول میدادگی نیست با دروغ نیاز داره و قرض میگرفتگی نیست با دروغ نیاز داره که برای گرفتن پول برای باید دروغ بگه. مثال عادی ترین چیزی که بین همون قرضده و قرضگیر هیچ ما بگیم که پونکتوال نیست یا نمیدونم یک گپ راست نداریم. دو انسان باید ملاقات کنه فلان ساعت در ما میبینیم. گفتم پیشتر که در اروپا این چیز گفتی اگر که نرفتی تمام تنی پونکتوال نیادمی دلنیش قطعیت نیستای تایت نشینی کردن گپ زدن دیگر کار بار کردن. گفتی باید بیایی. در ما چی است؟ دروغ میگه او ساعت اوسو بیسته 1 ساعت دیر کنم اوسو بیسته 1 روز دیر کنم بعضیش اوسو بیسته 70 قطعی دیر میکنه 70 قطعی اپراودن دروغه و همون این چیزا رشیدگی هم اینمی هفته دروغه گویا که خیلی پرابلم داشته است اوی داشته است خیلی مایلی چی هم نداره ای هفته میه انا ای کارا میکنه ای نمیکنه انا او میکنه. یعنی که ملاقات میکردگی هر دش یکش با دروغگویی نیاز داره یک دیگرش با دروغ شنوی نیاز داره. ما نیاز داریم در این چیز که باید برای ما دروغ گفته شود. میفهمید؟ یکی دروغ کنکریتی دروغ باید باشه برای همون برای ما دروغ این نرمال هست.
33 سال است امام علی رحمان پرزیدنت است، 33 سال میشود دروغ میگه. سهمیه کرد پولتون گرفت، دروغ گفت. الان هم داره، مرد، تمای سهمیه مرد. خب سویت فلان سال میتم اینایی میشود، گاز میشود، آب میشود، سویت پستایانی میشود، لامپچکا بخرین آوردن بالای سر مردم تجارت کردن نورمال. گاز میشود بالای سر مردم آوردن شوچکی گاز تجارت کردن، زدن سودادا، پولا قنبا جمع کردن گرفتن. مردمی غریب شکمش در نخورد، با او را پولا جمع کرد داد. الان هم دارم دروغ است. یک دروغ، دو دروغ، سه دروغ، چهار دروغ، پنج دروغ. هر سال دروغ میگه. بهار دا یک کنسرت میکنه میتا مردم دا، با مردم نورمال هست. اینه طرف دا مردم گولاکو در درون کمر اوگار مرده رفته ایستاده است. اینه طرف دا کنسرت باشه. این همش نشانه نمون دروغ است، دروغ شنوی است. یعنی که چیزی حقیقت باشه اگر سخت‌تر باشه، یک چیزی شیرین‌تر دروغ باشه اگر، البته که دروغ هم شیرین میشه. هیچ وقت دروغی تلخه یک آدم اومده نمیگه. دروغ برای آفریده شدگی است که ترا شیرین بگه، فند کنه. دروغ تلخ نمیشود. یگان نمودی دروغ تلخ نمیشود، همش شیرین است. یعنی این طرف چیکار میکنه؟ نورمال دلش رقص باشه، سرود باشه، بازی باشه، بهترین روز باشه، تمام. اینه تلخه مردم ریسک فراموش میکنه. برای چی؟ برای که مردم دویمو شیرین چیز شنویدگی است. با مردم یک چیزی شیرین معقول است. با مردم یک قبول داره یک چیزی را که اینه میگه اگر نیمی تاجیکستان بسوزه، اینه طرف ده اگر یک جا در رقص شیدسته باشه، مردم پروایی نمی تاجیکستان سوختنش نداره. مهم نمیشه بیا با رقص کنه. این نرمال است. برای که ما فرزند را از گوهره نمیخیل تربیه میکنیم. تمام حیات زندگی قدمای سال به سال فرزندامون با فند فریب میگذره، با دروغ میگذره. ما او را نرمال در این چیز عادت میکنیم. یک گودک جانش در کیستیم او را فند کده قنفید دودیستیم. نه قنفید تا بخصوص میشه اینه خیلی انا تو حاضر خب که اینه تو حاضر خب که اینه حاضر آتش میویم ما اینه میریم پارک. اینه تو خب که آتش آمدن ده آتش آمد ما پارک میریم. گولک جانش در کدیست هم باشه برای یک پارک رفتن و خط میکنه میستنی او جانش در کدیست که آتش میه پارک میره، آتش میه پارک هم نمیبره. اوجه یک دروغ است. این مغز سر گودک در جمع شده ایستاده است این چیزو. یعنی بعض همون فیکسیروت میکردگی پامیتی این کودک همین چیز جمع میکنه و کلان میشوه، عبرت نه استفاده میبره این چیزا. و همین چیز ده آموخته میشوه. برای او فقط دروغ در کار است. وعده باشه شی تمام. از امام علی 2030 سال گفت تمام مردم ده نورمال است. ای خانه مونده است 5 سال دیگه مونده است طاقت کنیم 5 سال. گفت اینه پیشوای ملت 2030 گفت تمام 2030 میشوه. ای بچه وعده داد تمام 2030 طاقت میکنه این مردم. فهمیدی؟ اما 30 میشوه وعده نمیشوه. مردم بونتوت نمیکنن. برای چی؟ برای که مردم دروغ آموخته شدگی. بود 2040 وعده میده تمام با 46 داد میکنن. هیچ انسان برای دروغ نکزد نمیشود. اینقدر دروغ شدگی است که جو شدگی است در درون انسان ها. حال میگم که یک پریکول هم است که یک آدم در دمشنی تلفنش زنگ میزنه میگه در کجایی اکا، میگه در بازار سخاوت. او یادش میبره که در تلفن خونگی گپ زده ایستاده. میگه هم سخاوت دایم برادر یاد کارو قطعی اومدگی. میگن در خونش خواب است. ببین خونه در خواب است نمیخواه مهمان قبول کنه مونده است. مثال برای من باشه زنگ میزنه میگم برادر مونده استم از قبول کردن نمیتونم عذر یگان روز دیگه میبینیم. تمام هیچ گپ نداره. راست شب بگو باز یک اروپایی را زنگ بزن
بگو در کجا هستی؟ میگه در خانه. هیچ وقت او را دروغ نمیگه من در فلان جا هستم، در دیگر جا هستم، در خانه. میگه برادر بیام پیشت، یگان چی میگه که عذر ما مونده هستم، یا نمیدونم عذر ما قطعی زنگ جا کار داریم، کمترک قبول کردن نمیتونم مهمون. خلاص هیچ که خفه نیست. ایو نه ما باید در خانه باشیم. نمیدونم یک آدم زنگ بزنه باید ما دروغ بگیم. بگین یعنی کدومی تصین در زیر یعنی کامنت بنویسین، به همون پروردگاری پاکی که دارین قسم بنویسین چند بار دروغ میگین در یک روز. چند بار در یک روز دروغ میگین. هست روزی که شما دروغ استفاده نبرین. بنویسین در همینجا کدامید که اگر در یک روز یک بار دروغ استفاده نبرین. هست روزی که شما کلمه دروغ استفاده نبرین. و در زندگیتون اهمیت بتین که چند بار شما کلمه دروغ استفاده نمیبرین. یگان روز نیست که مردم ما کلمه دروغ استفاده نبرن. این چیز نرمال میشود وقتی که شما فرزند یک فرزندی کلانتر میگین که دو در تفنگ کده بیست، اوجه او دسته دروغ گفتن. اوجه او را شما تلقت کدیستین با دروغ گفتن. میفهمید؟ اوجه او را شما تلقت کدیستین. روزی در خانه شیدگی هستیم. فیرمای ما در یک دوستی عزیز دیگر افار میچیدگی است. دوستی ولی قدر است برای من در او افار میچیدگی. و از اون کارخانه بعضا زنگ میزنن، از سویت از دیگر جا زنگ میزنن. او دیگر قطعی ما گپ نمیزنن، سببش که فیرما در نامی کی است گلابنی، اونمو انسان باید گپ زنه. یعنی او دیگر نمیگه دما باشه که رئیس نیست نه گپ زدم چیکار کنم میره میشه و ایتن دیگه کس ایتن رئیس هم دروغ گفته میمونه، یا ایتن نمیدونم همون صاحب کارخانه هم دروغ گفته میمونه. دای اینها نیز عرب هستن، در اینها هم دروغ است. خیلی بگیم هست دروغ گفته ایستادن. وقتی زنگ میزنه از سویت است، از قوای برق، هر کمپانی ها هستن یا باید کنکورنسیا دارن، زنگ میزنن که میشون ما کمپانی داریم ارزانتر از قیمتتر از دیگر از بیا از ما خریداری که سویت گفته گپ میزنن. زنگ میزنه من جواب دادن ده ها یا نگفتن ده حق ندارم با مطابقی بگیم همین عادت ها. میگه رهبری کارخانه همونجا هست، یعنی که رهبری کارخانه نظر آنه که فیرما در نامی و افار میچیدگی است. میگم بله هست همینجا ده. بعدی میگه که نیست بگو مرا، نیست بگو. اخی میگه وقتی مرا میگیرم میگه زیگم میزنه سویت اما ارزون است ام رکلام اخچه میکنه 5-10 minut وقتی مرا میگیره نیست بگو نیست بگو. میگه من میگم همینجا ده میتم تلفن میگم ما بگی گپ زدم فیرما دانم تای نمیفورد بیا در نام دیگری بگذارونم فیرما را. تمام نمیفورد گپ زنی بیا این در نام دیگه میگذارم، بیا در نام ما بگذارون، در نام دیگه کس بگذارون. راست نمیفورد. تمام. میگه بگو دروغ بگو ده نیست بگو. ما میگم نه ما دروغ نمیگم. هستی میگم هست، نیستی میگم که نیست. بدتر زنگ بزن. مرا چیز رو اومده از دروغ گفتاد. شاید همو فیرما را همو نمایندهش نو طرف راه داشتگی درونی ماشین ده ترام دیده ایستوده است، مرام دیده ایستوده است. هر دومون داریم بیرون شتگیم و زنگ زده ایستوده است. کو همین انسانو پونکتوال نیست یا نه پونکتوال نیست. خب یعنی در یه سنجش ها است، میان سنجشت میکنن خیلی ایستوده از دور و از دیگه جو چه خیلی رفتار داری. برای همین دوستای عزیزم اگر که ما دروغ تحمل نمیکردیم و از خوردی در ما دروغ جوک نمیکردن و دروغ تحمل کنی را آموخته نمیکردن، امروز بالای سر ما این مصیبت ها این مشکلی ها نمی آمد. برای چی؟ برای که ما دروغ طاقت کردن نمیتونستیم.
این بد مقصدی گپی ما. برای همو ما دروغ از راست دیده راستتر قبول میکنیم. ما از کلمه راست دیده به دروغ بیشتر نیاز داریم. در بالینس هم دروغ میگیم، در مکتب هم دروغ میگیم. انا گودک را ببینید، من یک گودک هست ولی صنف 3 میخونه 4 میخونه، بگیم که درس نروه برای چی کدی مثال چی با نیومدی میگه اوچم کسل شده بود. همون گودک احترام میکنه دروغ. اگر او را خونگیشو نگفته است که مکتب رفتی بگو اوچم کسل شد، نه که او گودک автомати او دروغ احترام میکنه، میگه اوچم کسل بود. برای همه اومده نتونستم، اوتم نبود اوچم کسل بود، پیش ایستاده بود. خلاص نرمال است. уже гудак синфи 2 3 4 5 уже автоматик خودش دروغ обрабатывать میکنه، دروغ میبروره و بگیم نمیگه که نیومدم، خشم نداد. خلاص خشم نداد نیومدم. توی میروه، توی میگه چی به نیومدی مکتب ده، میگه خدایی رفته بودم. همون کودک یا نمیدونم فلانی کسل شده بود همونجا رفته بودم یا مرده بود همونجا رفته بودم نمیدونم. همون کودک уже медона ки дурӯғи жалостни дар кор аст дар иҷо. Жалостни ҷиқидан дар кор аст психикаи маълима. барои чӣ? барое ки мо аз хурдӣ ӯро ёд метем. фаҳмидем? агар ки мо ҷомеаи солим бихоҳем, пас дурӯғ аз байн барем. то вақте ки мо дурӯғ дорем ва дурӯғда ниёз дорем, ҳеҷ вақт мо як ҷомеаи солим сохта наметавонем. мо соҳиби ҷомеаи солим намешем то он вақте ки мо дурӯға барои худмон душман надонем. дурӯғ ин душмани инсон аст. душмани ту аст, душмани ман аст. талхане боша, ҳақиқат боша, рост боша. дар ӯ ҳолат мову ту як ҷомеае месозем ки як раҳбарият, як намедонам президент, як вазир, як дигар инсон битарса аз калимаи дурӯғ гуфтан, фанд кардан, ки ман агар фанд кардам, дурӯғ гуфтам, дар ҷомеаи мо дурӯғ қабул намешавад. яъне дурӯғ ин ҷазо дорад. мардум қабул намекунад дурӯға. гуфтагӣ тарс дар дарунаш пайдо бояд бошад. аммо як инсоне ки шиштагӣ аст, нормал аст, мега бира фандаш ки мебироя мардума фанд мекунад. ва рӯзи дуроз дар парлумон низ дурӯғ мебофанд. чӣ кор кунем мардума фанд кунем? дар парлумон нест ки чӣ кор кунем мо ватана бисозем. дар ҳукумати тоҷикистони калима нест мо чӣ кор кунем ин ватана бисозем. дар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар парлумон 24 соат мо чӣ кор кунем мардума фанд кунем гуфтагӣ барнома хати кор мекунад. на чӣ кор кунем ватана бисозем. як ҷода мардум ором шид, дурӯғ придумад мекунад. брай табгу фанд шон ки товшон те дурӯғ шон ки такнин утакнин давай кор ки дурӯғ бугу е бача дурӯғиш ки е бача о ваъда бите дурӯғ бугу. ин нормал аст. барои ҳаминам ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷои оне ки мо чӣ кор кунем бисозем ватана гуфтагира ҷошда, масъалаи аввал дар парлумон чӣ кор кунем дурӯғ бигем мардум. ҳамаи дурӯғ қатӣ тамоми мушкилиҳоро болоша пӯшида рафта истоданд. журналистика дурӯғ, телевизион дурӯғ, радио дурӯғ,
مکتب دروغ، президент دروغ، معلم دروغ، депутат دروغ، رئیس دروغ. فقط چیکار کنیم دروغ ببافیم. من بعضن چیزایی هست که در دروغ من اگه گفتن نمیتونم میگم. من بعضن انسانایی بگیم همون در تاجیکستان هم حکمرانا قطعی بگیم همون بعضی منطقه را پرابلت میکرده یا قطعی ششت خیز داشتیم گرچه بچه ایاش هم باشیم هرچی میشید ششتگی ای بچه تامو را فن کده نمیتونی ای بچه تامو خلق فن کده نمیتونی تو چی با کار کدیستی در اینجا فن چون که میگه یعنی در حکومت جمهوری تاجیکستان این چیز نرمال هست هیچ وقت نمیگه که ای بچه تامو کار ایوداش برامده نمیتونی حل که کاری هم مردم گفتگی گپ در حکومت جمهوری تاجیکستان صدا نمیته مردم از چیز ناراضی باشه میگه بچه تامو را فن کده نمیتونی ای گپ میگه با بیسمیلای مسلمانی تون قسم میخورم اینی گپ صدا میته در حکومت تاجیکستان هر ناراضگی هر کم بودی که میشوه میگه بچه رئیس سینی موین سینی دیگریش او بالاترش ای بچه تامیو را فن کده نمیتونی میگه بگی میگه تو باش بتفندش کی سوسه هیچ وقت نمیگه بچه تک این مسئله را حل کده نمیتونی برو مسئله مردم حل که این کلمه نیست تامیو را فن کده نمیتونی گفتگی کلمه قطعی کار میکنه همه ای سوهاش در عدل هم همی احوال در پارلمان هم همی احوال است در تمام ریاست و حکومت و جماعت همه جا همی احوال است که باید ببروین دروغ بگن برای چی؟ برای که مردم در دروغ نیاز دارن مردم در دروغ نیاز دارن فهمیدی؟ فقط شیرین باشه دروغ کو همش شیرین است هیچ یک دروغی تلخ نیست بیا ترا دروغ بگم فن کنم ترا تلخ کنم دروغ عاقبتش تلخ است اولش شیرین است عاقبتش تلخ است وقتی در پیشت گپ میزنه بسیار شیرین است یکی عاقبت دروغ تلخ است سخن راست گفتنش تلخ است شنیدنش تلخ است عاقبتش شیرین است اینمی چیز اگر پرینسیپ در جامعه ما باشه هیچ وقت ما در این احوال نمیزنیم سببی که ما در همین احوال زدیم خودمان هستیم پدر مادر و خودمون الان هم دارین شما فرزنداتونه از روسیه ایستاده فرزندت через تلفن دروغ میگه روز دروغ میگین در کوشش هر بار فرزندتون هر کاری کنه یک بارم در فرزندتون حق گفتن نمیتونه که بچم اینم خیلی گپ است بس نیست پول نیست نمیشه این سال نمیشه این سال دیگه میشه راست نمیگه فقط دروغ ای ما میکنم بچه ما دیگه میکنم بچه دیگر کار میکنم بچه فلان وقت میکنم یعنی این نتیجه دروغی است که فرزندی تو با دروغ شنیدن باور میکنه با دروغ گفتن عادت میکنه حقیقت سخن راست از بین میروه امیدوارم که فهمیدین هموطنای عزیزی بنهایت مهربان و این از بین بردن برنامهش آینده تاجیکستان ده که همین چیز از بین برای بردن که مردم نسل آینده دروغ ده یک ریاکشن سخت باید داشته باشه در برنامه خادم خلق هست که در رهبریت بیاید یعنی نسل نو نسل جدید دیگر طرز تربیه میکنیم که تو که برای نسل دروغ این یک واو باشد چیکو کدیستی گفتگی گپ باشه یعنی وعده باشه تلخ هم باشه راست باشه یعنی این برنامه هست اینمی ایشانای ما ملاهای ما ایسر تا بگه
دروغ میگه، خدا را استفاده میبرن، رسول را استفاده میبرن، همه کارا میکنن برای شکماشون، برای کیفاشون، برای صفاشون، برای عادیخوشون. اینمی دین هم گرفتن. با درجه بگیم که اینم خیلی پیچوندن پرتافتن. امروز دیگر یک جوان اخلاصش از دینش گشت، سببش دروغ بود. اولش شیرین، عاقبتش تلخ. کدام ده یک روز چند بار دروغ میگه یا دروغ نمیگه که ایزو میکشه نمی نویسین. یکی هست مردایی که با کلا میگیره. امروز شما با کلا گرفتن اشتباه را یاد بگیرید. از همین روز هر روزم باشه برای شما نباید دیر باشه. اقرار شدن، راست گفتن، بله من میگفتم، بله من میکردم، از این بابت کوشش میکنم که فرزند من دروغ نگم، از این بابت کوشش میکنم که زن من دروغ نگم، از این بابت کوشش میکنم که فرزند من تلقت نکنم دودرش دروغ بگه فهم کنه. راست 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 تربیه کردن کوشش میکنم گفته. خداتون به خداتون وعده بدید. باقی سلامت، سربلند، خاناباد باشین. پدرود تو با درودهای دیگر